روز پادشاه فرمان داد تا هر کسی جمله حکیمانه بگوید به او 400 سکه طلا بدهند. پادشاه از کنار مزرعه میگذشت. پیرمردی 90 ساله را دید که مشغول کاشتن نهال زیتون است. شاه نزدیکتر رفت و از پیرمرد پرسید: نهال زیتون 20 سال طول میکشد تا با بار بنشیند و میوه بدهد. تو با این سین و سال به چه امیدی نهال زیتون میکاری؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورند. پادشاه از جواب پیرمرد خوشش آمد و گفت: واقعا جوابت حکیمانه بود، و دستور داد 400 سکه طلا به او بدهند. پیرمرد خندید. شاه گفت: چرا میخندی؟ پیرمرد گفت: زیتون بعد از 20 سال میوه میدهد، اما زیتون من الان میوه داد. پادشاه باز دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند. پیرمرد باز هم خندید. شاه گفت: این بار چرا میخندی؟ پیرمرد گفت: زیتون سال 1 بار میوه میدهد، اما زیتون من امروز 2 بار میوه داد. شاه باز دستور داد 400 سکه دیگر به او بدهند و به سرعت از آنجا دور شد. پرسیدند: چرا سراسیمه می روی؟ گفت: 90 سال زندگی با انگیزه و هدفمند از او مرد ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است، پس لایق پاداش است. اگر نزدش میماندم خزانه ام را خالی میکرد.